از 1 یولی سال 2024 معاش کارمندان دولتی، استیپندیا و نفقه بالا برده شد. از 30 تا 40% بالا بردن معاش و نفقه ها در سال 2024 از جمله وعده های اساسی امام علی رحمان در پیام سالانه آخرینش در پایان سال گذشته بود. بر اساس فرمان رقم 671 پرزیدنت از 9 ژانویه سال 2024 درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی عالی و زیاد نمودن معاش عمل کننده وظیفه‌ای خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات‌های بودجتی، اندازه نفقه و استیپندیاها و از 1 ایول سال 2024 معاش وظیفه‌ای کارمندان مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، حفظ اجتماعی و تشکیلات‌های دیگر بودجتی 40% زیاد کرده می شود. اندازه معاش زمینوی برای حساب نمودن معاش وظیفه کارمندان ساحه تندرستی 40% زیاد کرده شده 620 سامانی مقرر کرده می شود. اندازه معاش زمینوی همچون اساس کیفیت های تعریفی برای خدمتچیان دولتی منصب های مأموری کاتگوری اولی 1120 سامانی، کاتگوری یکم، دوم، سیوم، چهارم خدمت دولتی مقامات اداره دولتی، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات به اندازه 1045 سامانی و برای منصب های مأموری کاتگوری های پنجم، ششم، هفتم خدمت دولتی مقامات ذکر گردیده به اندازه 1160 سامانی مقرر کرده می شود. استیپندیا های عمل کننده دانشجویان و نمودهای دیگر استیپندیا از جمله استیپندیا های پرزیدنتی به اندازه 40% زیاد کرده می شوند. نفقه های سقراطوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی به آنها در حجم 30% از اندازه مقرر شده ایندکساسیا زیاد کرده می شود. همزمان با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 1 ایون سال 2024 مزد مهنت ماهانه برای تمام ساحه اقتصادی و اجتماعی جمهوری به اندازه 800 سامانی مقرر کرده شد. یادآور می شویم که تاجیکستان از لحاظ سطح معاش و نفقه در بین سابق کشورهای شوروی در زینه اعظم آخرین جای گرفته است. در پایان سال 2023 معاش میانه در تاجیکستان 2013 سامانی یا چیزی بیشتر از $180 تشکیل میداد. این در حالی است که حتی در افغانستان جنگ زده معاش میانه نظر به تاجیکستان بیشتر $209 بوده است.